خواهرم، هیچ کسی چون خالق و آفریدگارت خیرخواه و راهنمای تو نیست. از برنامه خالقت پیروی کن تا به سعادت و نیکبختی برسی. پوشیدن حجاب فرمان الله رب العالمین، فرمان خالق و آفریدگار توست. پس خوب اندیشه کن که نافرمانی کردن الله رب العالمین، نافرمانی کردن خالق و آفریدگار خود چه نتیجه ها و چه پیامدهای بدی دارد. الله رب العالمین می فرماید: ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که شما انجام می دهید. پس خوب اندیشه کن خواهر عزیز.